بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث اول در مورد روانشناسی. اولا که یه مسئله خیلی ساده رو بگم. هدف اول باید تعیین بشه. سلامت فیزیکی و روانی. هدف سلامت فیزیکی و روانی. تمامی اهداف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، شغل، عرض کنم که کار کردن، همه چی حول این دوتا موضوع هستش: سلامت فیزیکی و روانی. یعنی هدف روانشناسی سلامت فیزیکی و روانی، که اینها شاخصه هایی داره که اول باید بدونیم کجا هستیم، این شاخصه ها رو ببینیم و مسیر حرکتمون رو معلوم کنیم. اول باید خودمون رو بشناسیم دیگه، کجا هستیم. برای اینکه بدانیم سلامت فیزیکی و روانی ما در چه حدی هست، من امروز فعلا چیزای کلی رو میگم. اول باید بدونیم چه آماری داریم، چون همیشه برای رسیدن به حقیقت آمار عددی خیلی کمک میکنه، چون اعداد هیچ وقت دروغ نمیگن. یعنی اگر بتونید آمار مثلا میزان شاخصهای امید به زندگی رو که انسان‌ها در ایران مثلا چقدر زندگی میکنن رو به دست بیارید، عدد دیگه، اون عدد هیچ وقت دروغ نمیگه. پس برای اینکه به علوم روانشناسی شروع کنیم، اول باید بدونیم کجا هستیم. کلیت جامعه رو بشناسیم. بعداً یه آیتم هم در مورد کلیت شخصی و اینکه خودت در کجای جامعه هستی هم یه ویدیو میسازم. علل حساب امروز من یه تحقیقی کردم در مورد ایران عزیزمون، اونو میگم، در موردش حرف میزنیم. اول شاخص امید به زندگی در ایران، که اون چیزی که من مطالعه کردم، در زنان 74 سال و در مردان 72 سال هستش تو ایران، حدود 73 سال. امید به زندگی یعنی این که وقتی سلامت فیزیکی و روانی باشه، آدم دوست داره بیشتر زندگی کنه دیگه. امید به زندگی میره بالا، پس انسان عمر بیشتری خواهد داشت. اینو بهش میگن شاخص امید به زندگی. یعنی یه نفر دوست داشته باشه زنده باشه، زندگی کنه، که تو ایران 72 سال هستش. خب این آمار رو مقایسه کنیم با بقیه کشورها. کره جنوبی 90 سال برای زنها، مردها 84 سال. فرانسه 81 سال و 88 سال برای زنها. ژاپن 82 سال برای مردها، 88 سال برای زنها. و همینطور سوئیس، استرالیا، کانادا، آلمان، بریتانیا، سنگاپور و آمریکا، اینا بهترین کشورها از نظر شاخص عمر هستند، که آمریکا 79 سال برای مرد هاست
83 سال برای زنها. خب این شاخص امید به زندگی. ما ایرانی ها الان شاخصمون فکر کنم هولوش 65 الی 70 سال باشه. حالا این آمار توی اینترنت هم هست، میتونید ببینید. یه شاخص مهم دیگه توی زندگی و سلامت فیزیکی و روانی، سلامت روانشناسی، ازدواج و طلاقه. توی جامعه ما متاسفانه ازدواج طی 20-30 سال اخیر ازدواج کم شده و طلاق زیاد شده. علل خصوص تو 10 سال اخیر طبق آماری که هست شاخصه های ازدواج کم و طلاق داره زیاد میشه. خب این هم دوباره یکی از شاخصه های زندگی سالم و روانشناسی نرمال و سالمه. چون اگه آدم ها امید به زندگی داشته باشن، سالم باشن، خب سلامت فیزیکی روانی داشته باشن، یکی از گزینه هاش ازدواجه. مورد بعدی، تعداد مدال هایی که در المپیک گرفته میشه. عرض کردم سلامت فیزیکی روانی هدف روانشناسی و هدف زندگیه. وقتی سلامت فیزیکی و روانی باشه، یکی از شاخصهاش ورزشه. یعنی جامعه ای که توش ورزشکار بیشتر باشه، معنیش اینه که ورزشگاه بیشتره، دانشگاه بیشتره، باشگاه دارن میرن، کار هستش، شرایط زندگی خوبه، انقدر نرمال هست شرایط که مردم میرن تو تایم تفریحشون ورزش میکنن. توی تاریخ المپیک که فکر کنم از بعد از جنگ جهانی هستش، تاریخ المپیک رو من زدم، آمریکا اوله، 1061 عدد طلا، روسیه 608 تا، آلمان 438 تا و به مرور بریتانیا، چین، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، ژاپن و استرالیا، اینا 10 تای اولن. پس چی شد؟ شاخصه های هدف زندگی، سلامت فیزیک و روان، شاخصه هاش چیه؟ ازدواج، عمر بیشتر، ورزش که اینم یکی از اون موارد. ایران رتبه 35 یا 36 جهانه با 24 تا طلا. البته ایران مثلا باید با ژاپن مقایسه کنیم. ژاپن حدود 100 میلیون نفرن مثل ما هستن، ولی نهم دنیا هستن. یکی دیگه از شاخصهای دیگه برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، غیر از ازدواج، عمر زیاد، ورزش، مبحث علمی هستش. یعنی جامعه‌ای که علمش بیشتره، خب خوشبختی بیشتری هم داره. من جایزه نوبل رو زدم که یکی از جوایز علمی هستش، نشون میده که مثلا یک کشوری از نظر علمی خیلی قویه، که آمریکا اوله و دوباره مثلا روسیه،
چین، انگلیس و ایران جایزه نوبل فکر نمی کنم، شاید یکی دو تا، اونم از دانشمندایی که اونورن. خب آمار بعدی، جایزه اسکار. یکی دیگه از شاخصه های خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی هنره. پس شد چی؟ ازدواج، عمر و امید به زندگی، ورزش، علم و هنر. که من به عنوان هنر که مهمترین هنر الان سینما هستش که همه هنرها رو داره، موسیقی، بازیگری، تئاتر، فیلمنامه نویسی، همه چی توش هست. من جایزه اسکار رو در نظر گرفتم و آمار گرفتم که بازم ایران تو 10 تای اول نیست. اولش ایتالیا، بعد دانمارک، بعد شوروی، سوئیس، اتریش، الجزایر تا کره جنوبی. البته اینا آمار فعلا جامعه است، ما میخوایم بدونیم جامعه‌مون چجوریه، بعداً خود شخص و خودتون رو هم در نظر میگیریم که شما از نظر آمار مثلا امید به زندگیتون کجا هستید، هنر، ورزش، علمی، فرهنگی، هنریتون. باید یه کارنامه درست کنید، مثل این کارنامه که برای یه جامعه هست. جامعه به کنار، باید بدونیم تو چه جامعه هستیم از نظر آماری، بعد بدونیم خودمون در کجای این جامعه هستیم از نظر علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. خب مورد بعدی، یه آمار دیگه هم هست، مجرد تو ایران زیاده. این چیزی که هست، من اینجا دیدم یه چیزی حدود 12 میلیون مجرد تو سن ازدواج. دهه 60 ها خیلی مجرد دارن، دهه 70 80 هم همینطور. یکی از اون عواملی که باعث بیماری های روانی میشه مجرد بودنه. خب متاسفانه وقتی مجرد زیاد میشه، خب سلامت روانی جامعه هم به هم میریزه ها. یعنی خب مسائل جنسی هست، مسائل روانشناسی هست، ارتباط دختر پسر هست، سلامت ارتباط مطرح میشه. اگه دقت کنید این اواخر خیلی توی اینستاگرام، توی رسانه های اجتماعی ارتباطات عجیب غریب زیاد داره میشه. مثلا یه زنی شمارهشو میذاره، من آمادم بیاید، یا یه پسری، یا مثلا روابط نمیتونم اسمشو بیارم چون میخوام ویدیو بذارم. خلاصه تعداد مجردها که میشه، روابط بین دختر و پسر و روابط سکسی خیلی دچار انحراف میشه. مثلا همجنسگراها الان زیاد شدن، یا مثلا خانم هایی که تنها زندگی میکنن، یا آقایونی که تنها زندگی میکنن. خب یه شاخصه دیگه سرانه مطالعه کشورهاست که دوباره آمریکا اوله، یعنی کسانی که کتاب میخونن، بعد هلند، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، روسیه، تا برسیم به چین و نروژ و اینا. خب دوباره یکی دیگه از اون شاخصه های مهم مطالعه است. و شاخصه بعدی اعتیاد هستش که در یک جامعه چقدر معتاد داریم، چند میلیون معتاد. الان فکر کنم آمار دقیقی من در مورد اعتیاد چند میلیون هستن ندارم، ولی تعداد اونم دوباره بالاست و آروم آروم داره میره بالاتر.
خب این از این. من چرا گفتم آمار رو بررسی کنید؟ بخاطر اینکه بدونید کجای جامعه هستید و در چه جامعه هستید. برای سلامت فیزیکی و روانی، برای سلامت روانشناسی، نکته اول اینه که باید بدونی کجایی، یعنی زمان و مکانی که توش هستی و بشناسی. مطمئناً ایران 1404 یا ایران مثلا با ایران 1304 فرق داره، یا مثلا یک دهه 50 با دهه 60 تفاوت دارن. عرض به حضورتون که مثلا اونهایی که دهه 60 هن، دایی، عمه، خاله، عمو، اینا همشون متأهلن. اما اونی که دهه 90 داییش، عمهش، خالش که اینا دهه 60 70 اکثرا مجردن. پس باید بدونی در چه زمانی، در چه مکانی هستی، در چه جامعه‌ای هستی. بعد خودت رو بشناسی که من برای آیتم های خودشناسی هم دوباره یه فیلم میسازم. علی حساب این ایران ماست. کاری به حرفای سیاسی و نمیدونم کسانی که در مورد حاکمان جامعه هستند، چه مخالف ایران چه موافق ایران، حرفی ندارم. من آمار رو گفتم داشته باشید. حالا وقتی فهمیدی در چه جامعه‌ای هستی، خودت رو هم شناختی، مسیر برات مشخص میشه تا برسی به اون هدف درست که انشالله سلامت فیزیکی و روانی باشه. این البته یه هدف کلی، ما به اهداف جزئی هم بعداً میپردازیم. در نهایت باید بگم که چقدر خوبه این شعر مولانا رو هممون براش جواب داشته باشیم. اگه جواب داشته باشیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه، که میگه از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. اوکی؟ یعنی بدونی کجا هستی، از کجا اومدی، به کجا میخوای بری. خیلی مهمه. خیلی ها هنوز خودشون رو نشناختن، جامعهشون رو نشناختن، علمی ندارن در مورد جامعهشون و خودشون، و شروع به یه کاری میکنن و توش میمونن که چگونه به هدفشون برسن. انشالله ما با کمک هم دیگه این مسیر رو که خودشناسی باشه و رسیدن به اهداف آروم آروم خواهیم رفت. و السلام.